بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. امیدوار هستیم که عافیتمند باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 در خدمت شما هستیم. این جلسه که جلسه پنجم و جلسه آخر فصل سوم باشه، بحث‌های انجینری ژنتیک و دی ان ای را انشالله ختمش میکنیم. در اولین بحثی که در این جلسه در نظر گرفتیم، بحث تشخیص بی‌نظمی‌های ارثی و بحث مشوره دادن را با هم بحث میکنیم. در بحث دوم بحث بی‌نظمی‌های دارای ژن‌های غالب و اتوزومال را بحث میکنیم. به دنبال او بی‌نظمی‌هایی که ژن‌های مغلوب و اتوزوم داره، اونها مورد بررسی قرار میگیره و در نهایت اون مواردی که نیاز به مشوره ارثی وجود داره میشماریم و یک مقداری با هم دیگه آشنا باشیم و در پایان با سوالای احتمالی که میتواند در کنکور مطرح شود در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. ما در جلسه گذشته درباره کاربردهای علم ژنتیک و بحث انجینری ژنتیک در قسمت‌های مختلف زندگی انسان مقداری بحث کردیم. در اونجا بحث مداخله این علم در بحث زراعت، در بحث مالداری را مقداری با هم دیگه آشنا شدیم و قسمت پایانی بحث را اگر یادتان باشه، بحث انجینری ژنتیک در بحث انسان و امور مربوط به انسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بحث تداوی، بحث تشخیص و بحث شناسایی بیماری‌های ژنتیکی یک قسمت جدی بود که میتوانست توسط انجینری ژنتیکی درمان بشه، تشخیص داده بشه و کمک کنه به انسان. در این جلسه بحث تشخیص بی‌نظمی‌های ارثی و بحث مشوره دادن را در نظر گرفتیم با هم دیگه بررسی کنیم. این تصویری که در اینجا می‌بینین، این را دیگه آشنا هستین. این همو شجره فامیلی است که میتونه در قالب او یک مرض در نسل‌های مختلف یک فرد بررسی بشه و میتونه پیش بینی بشه که در نسل‌های آینده چه نوع اختلالات و با چه شدت و حدتی میتونه بروز کنه. توجه داشته باشین که ما برای اینکه تشخیص بی‌نظمی‌های ارثی را داشته باشیم و بتوانیم یک مشوره دقیق به افراد بدیم، از متدی تحت عنوان شجره فامیلی مرض استفاده میکنیم که با کاربرد چنین متدی پیش بینی میشه مرض و درصد ابتلای فرد. اما همونطور که در بحث‌های قبلی گفته شد، ما باید بدانیم این بی‌نظمی دارای ژن غالب هست یا مغلوب است، آیا اتوزومال هست یا بحث اصطلاحاً ژن‌های وابسته به کروموزوم‌های جنسی است. خب این وجود چنین اطلاعاتی به ما کمک میکنه تا او پیشبینی و پیشگویی که درباره مرض داریم دقیق‌تر و مطابق با واقعیت باشه. خیلی خوب، توجه کنین. در حالت الف ما میتوانیم در نظر بگیریم این بی‌نظمی دارای یک ژن غالب باشه و اتوزومال باشه. می توانیم بگیم که این بی‌نظمی ماحصل یک ژن مغلوبی هست که اتوزومال هست. پس با توجه به اینها نوع بررسی و نوع نتیجه بحث ما کاملا متفاوت میشه و اگر بحث سومی را بخوایم به اینجا اضافه کنیم، بحث این است که آیا اینا مربوط به وابسته به جنس هست یا نیست. خب که در این قسمت کتاب در نظر نگرفته، ما هم به بحثی از او نمی پردازیم و همین دو تا بحث یک مقدار صحبت میکنیم و در پایان با سوالا در خدمت شما هستیم. خب اما اولین بحث بی‌نظمی هایی است که ماحصل ژن‌های غالب اتوزومال هست. دقت کنین، در این حالت ما شاهد هستیم که میتوانه در حالت اولیه که پیش میاد پدر و مادر از نظر
ظاهری و از نظر فنوتایپ کاملا سالم باشه، از نظر جسمی هیچ عارضه‌ای نداشته باشه. خب اگر چنین حالتی باشه، با توجه به اینکه جن غالب داریم و اتوزومال داریم، انتظار میشه همه فرزندها هم دارای صحت کامل باشن و اینکه آیا ناقل هستن یا نیستن اون بحث دیگه ای است. مهمی است که ما از نظر فنوتایپ و از شکل ظاهری بیماری این افراد را سالم میبینیم. اما اگر در حالت دومی یک نوع دیگه چینش شود، یعنی به عبارتی یکی از والدین را در نظر بگیریم مرض داشته باشه، اگر مرض داشته باشه یعنی در هر دو حالت باید ژنش اصطلاحاً هوموزایگوس باشه و حالت مغلوبی را باید به خود بگیره و برای چنین بی‌نظمی ما انتظار داریم که 50% اولاد دارای مرض باشند و 50% دارای صحت باشند. به چه دلیل؟ به دلیلی که یکی از والدها هر دو علیلی که داره هر دو مغلوب هست و والد دیگه میتونه هر دو غالب بشه یا هر دو یکیش غالب باشه. در هر صورت ما میبینیم که 50% افراد دارای آلل ای کوچک هست و اینا افرادی هستن که مریض میشن. خب پس به این ترتیب ما میبینیم که افراد دچار بیماری میشن در حالتی که یکی از والد مریض باشه و اصطلاحاً عارضه در حالت فنوتیپش دیده شود. خیلی خوب، در حالت سوم در نظر بگیریم اگر هر دو مادر چی باشه و هر دو پدر و مادر به صورت هتروزایگوس باشه، اگر یاد باشه طبق قوانین مندل 75% اولاد مریض میشن، دارای تیپ ژنوتیپ ای خرد میشن و 25%ش میبینیم که حالت خالصی آلل های مغلوب را ندارن و مرض ایجاد نمیشه. توجه داشته باشین که در اینجا بحث غالب بودن خیلی مهم است. اگر مغلوب باشه این جن ها، نحوه بروز کاملا متفاوت خواهد بود. خب در حالتی که ما یک بی‌نظمی داشته باشیم و جن مغلوب باشه و اتوزومال باشه، حالتهای متفاوتی را میتوانیم در نظر بگیریم. میتوانه والدین صحتمند باشه ولی اولاد همش مریض شوه. این یکی از بدترین حالتهایی است که میتواند در بین اصطلاحاً پدر و مادر و فرزندها و انتقال مرض وجود داشته باشه. خب در این قسمت به دلیلی که ما جن مغلوب هست و اتوزومال هست، میبینیم مشاوره فوق العاده دشوار میشه و دچار سختی های خاص خود میشه. مثال اگر جدی شماره 1 داشته باشیم که حالت بی‌نظمی داشته باشه و هر دوش ای خرد باشه و جدی دوم هم به می ترتیب باشه، مشاهده میکنیم که در بحث کوسه اونها بی‌نظمی مشاهده میشه. خب این پیش بینیش فوق العاده مقداری سخت هست و علتش هم به دلیلی است که ما حالت جنمان جن مغلوب هست. خب مشاوره دادن در این قسمت تخصص خیلی بالایی میخواد. در حالت سوم توجه داشته باشیم چون تأثیر جن مغلوب میتواند در نسل‌های بعدی مشاهده بشه، لذا مشاوره گرفتن فوق العاده اهمیت پیدا میکنه. اگر یک فردی دارای یک اختلال و بیماری مربوط به جنهای مغلوب و اتوزومال باشه، این حتما باید بره در مشاوره شرکت بکنه و اگر این ازدواج فامیلی باشه، مثلا دخترمو پسرمو باشه، خب این حالت را شدیدتر باید پی بگیره. در مواردی که او بی‌نظمی جن مغلوب و اتوزومال هست، خیلی موارد نگاه میکنیم افراد چند نسل افراد سالمی در بینشون وجود داره، اما یک نسل دو نسل بعدش نگاه میکنیم دچار عوارض شدید ژنتیکی میشن که متاسفانه هیچ درمانی هم نداره. در چنین مواردی توصیه میشه که حتما مشوره بگیرند و با توجه به مشوره طبیب و مشاور بحث ازدواج و بحث صاحب فرزند شدن را در برنامه‌های خود جای بده. توجه داشته باشین
که این بحثایی که گفتیم در حالتی که هوموزایگوس باشه دیده میشه و در حالتی که هتروزایگوس باشه خب الگوهای دیگه وجود داره که متفاوت هست. اگه توجه کنید در مثال من اگر ببینید هر دو جد را ما در نظر گرفتیم که هوموزایگوس مغلوب باشه. در این حالت شما در نسل‌های دوم سوم می‌بینید که عارضه میتونه بروز پیدا کنه. خب در بحث موارد مشاوره که چه قسمت‌هایی را حتما باید فرد مشاوره بگیره و نیاز هست که بتونه پیش بینی کنه در نسل بعدی و فرزندها و بلکه نسل دوم سوم بعدی چه عوارضی احتمال داره بروز بکنه. این نکات رو باید رعایت بکنیم. اولین مواردی که بحث مشوره ارثی ضروری هست، زن و مردی هست که خودشان دارای مرض ارثی می باشه. یک مرضی هست که هم مادر داره هم پدر داره. اینها برای اینکه صاحب فرزند بشن باید مشاوره بگیرن و احتمالی که فرزندشون دارای این بارزه هست یا نیست را بررسی کنند و فیصدش هم تعیین کنند که فوق العاده اهمیت داره. زن و مردی که خویشاوندانشون مرض ارثی داره، مثلا برادرش داره، مثلا فرض بگیرید عمویش داره، این موارد چون اینا در یک مقطع دارای اشتراک ژنی هستند و قطعا میتوان از او قسمت عللهای مربوط به بیماری را توضیح کرده باشه و به این فرد هم رسیده باشه. خب اگر فامیل های درجه یک مخصوصا دارای عارضه و بیماری باشند، احتمالی که این فرد هم دچار او عارضه بشه یا حداقل عللهای او را داشته باشه خیلی بالا میره. حتما باید برن و مشاوره ژنتیکی بگیرن که بتوانند تشخیص بدن چه میزان احتمال داره علل را داشته باشه و در نسل بعدی چه احتمالی وجود داره. خب گزینه سوم و مورد سومی که مشوره ارثی برای اونا ضروری احساس میشه، زن و مردی هست که با هم خویشاوند هستند. ما یک سنتی را در بعضی از کشورها داریم که سعی میکنن که پسرمو، دخترمو یا در قسمت مامای، در قسمت خاله، اینا سعی میکنن بیشترین ازدواج ها را توی ارتباط های نزدیک فامیلی داشته باشن. خب و یک مقداری برمیگرده به سنت هایی هم که داره و متاسفانه بعضی از اینها دچار اشکال شدیدی هم هست. آن چیزی که از نظر ژنتیکی برای ما اهمیت داره این است که اینها احتمال مشابه بودن عللهای بیماری درشون بیشتر است. چرا؟ چون اینها در نسل‌های گذشته با همدیگه اشتراک ژنی قطعا دارن. مثلا فرض بگیرید دخترمو و پسرمو، اینها در یک دو نسل قبلش اینا میبینین که یک نفر است که یک نوع علیل را میتونه به هر دو فرزندش بده و در نتیجه در دو راسته کاملا مجزا از هم رشد بکنن. اما این علیل ها همونطور که داره به ارث میرسه میتونه به دخترمو و پسرمو هم به ارث رسیده باشه و احتمال اینکه این اشتراک ژنی در نسل بعدی که فرزندشان باشه به صورت خالص بروز بکنه وجود داره و میبینیم که میتونه او بیماری یا خودش یا به حالت شدیدترش اتفاق بیفته که در بحث بیماری های خونی میتوانیم این بحث را واقعا جدی در نظر بگیریم و میتونه اگر یک مشاوره عادی داده بشه که آقا مثلا شما هر دو چون پدرتون مثلا این مشکل بیماری الف را داشته شما با هم ازدواج نکنین، یا اگر در بلادهای فوق العاده پیشرفته وجود داره میتونه با آزمایش هایی که قبل از تولد اتفاق میفته تشخیص بدن که او جنین دارای چنین عارضه‌ای هست یا نیست و اگر دچار عارضه بود میتوانند از تولدش منع کنند و اگر سالم بود قطعا در اون قسمت میگن تولد داشته باشه. خب پس در افرادی که ازدواج های فامیلی و خویشاوندی میکنن بحث مشاوره حتما باید صورت بپذیره و با توجه به مشورتی که از طبیب میگیرن بتوانن ازدواج بکنن. ما ببینیم که یک تعداد از اختلالات و
عوارض ژنتیکی که اتفاق میفته وابسته به سن بارداری هست. در این موارد باید وقتی که سن بارداری و حاملگی مادر بیش از 38 سال میشه حتما باید با مشاوره یک طبیب این اتفاق بیفته و احتمال اینکه فرزند دچار عارضه و بی‌نظمی ژنتیک باشه زیاد میشه. خب زنانی که چند بار به خاطر دلایل نامشخص سقط کردن، اینا هم نیاز به مشاوره دارن تا بتوانیم او علت سقط را تا حد امکان تشخیص بدن و احتمال اینکه این عارضه ژنتیکی باشه را بررسی کنند و وقت فرد بتواند صاحب فرزند شود یا نشود. در بحث زنان حامله دقت داشته باشیم که در بحث زنان حامله او مواقعی که فرد در مسیر تشعشعات مضر مثل تشعشع و اشعه ایکس قرار میگیرن، احتمال اختلال ژنتیکی برایشان مطرح است. رضا زمانی که میرن که عکس میگیرن، اصطلاحاً رادیولوژی عکس میگیرن، در اونجا حتما و اگر حامله هستن باید به او متصدی او لابراتوار گفته شود که ما به حالت حاملگی آمدیم عکس بگیریم و او فرد تدابیر بسنجه که اشعه ایکس روی دی ان ای او جنین تاثیر نذاره. توجه داشته باشین که احتمال داره او جنین همین الان که در حال تقسیم میتوسیس هست یک سیستم مثلا عصبیش در حال ایجاد شدن هست، این تشعشع میتونه روی او سیستم تاثیر بذاره و فوق العاده دچار تغییر بسازه. این تغییر بنیادی هست و عوارض شدیدی داره. پس اگر یک مادری که حامله هست و در تشعشعات مختلف قرار گرفته، این فرد باید خودش به مشاوره برسانه و این مشاوره به او کمک کنه که فرزند سالمتری را به دنیا بیاره. بعضی از دواها هم میتونه مشکل ایجاد بکنه. این قسمت را هم حتما با مشاوره پزشک و طبیب باید دوران حاملگی خود را به سلامت طی بکنه. این مواردی بود که درباره موارد مشاوره ارثی صحبت کردیم. موارد دیگه هم هست ولی عمده موارد همین مباحثی که امروز گفتیم همینا بود. بحث ما در این قسمت به پایان میرسه و شاهد هستیم که بحث ژنتیک و انجینری ژنتیک با این جلسه به پایان رسید، ختم پیدا کرد. امیدوار هستیم که قسمت ها را با دقتی که خرج میدین و با مطالعه عمیق‌تری که انجام میدین تسلط پیدا بکنین. اکتفا به مباحث کتاب هم نکنین، اطلاعات را در این زمینه در رفرنس های دیگه هم بکشانین و از نام هم استفاده کنین. در پایان مقداری از سوالای احتمالی کنکور را حل میکنیم و مرور میکنیم درس امروز را. سوال اول توجه کنین. از مشاوره ژنتیک در کدام موارد ذیل استفاده نمی شود؟ بحث استفاده نشدنش هست. اگر یادتان باشه زنان حامله دارای عمر بیشتر از 38 سال اینا باید مشاوره بگیرن. زن و مردی که خودشان مرض ارثی دارن اینا احتمال داره این جن و علل را به نسل بعدیشان انتقال بده، حتما باید مشاوره بگیرن. زن و مردی که خویشاوندانشان مرض ارثی دارن اینا احتمال داره که این جن را چون خویشاوندی وجود داره از داشته باشن و از نسل‌های قبلی دریافت کرده باشن. زنی که چند بار به خاطر دلایل معلوم سقط کرده باشه، اگر دلیل معلوم باشه نیاز به مشاوره ژنتیک نداره. پس گزینه 3 گزینه 4 مربوط به موارد مشاوره ژنتیک نمی باشه. بله. توجه کنید سوال بعدی را. اگر در بی‌نظمی دارای جن قالب اتوزومال پدر و مادر هر دو صحت داشته باشند، پس بی‌نظمی جن قالب داره، اتوزومال داره، پدر مادر هر دو چیه؟ صحتمنده. در این حالت چه پیش بینی میکنیم؟ پیش بینی میکنیم که همه فرزندان صحت خواهند داشت. 50% مریض، 50% صحت، 70% صحت، 25% مریض
مرزی و صحت فرزندان نامعلوم خواهد بود. اگر یادتون باشه ما گفتیم چون جن غالبه، اتوزوماله و از همه مهمتری که هر دو مادر از نظر فنوتایپ سالم هستن، پس همه فرزندها باید از نظر فنوتایپ سالم باشه و گزینه یک که همه فرزندان صحتمند خواهند بود گزینه صحیح هست که میبینین. بله صحیح. به این ترتیب به پایان بحثای فصل سوم رسیدیم. فصل سوم یکی از سخت‌ترین بخش‌های مربوط به کتاب 12 است. امیدوار است که مطالعه بیشتری داشته باشین و دقت بیشتری را به خرج بدین و در پایان شما رو به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.